سلام بچه، اومدم با یه ویدیوی ماینکرافتی دیگه. میخوایم بریم الان توی یودالند و شهری که من ساختم. میریم توش. خب اینجا رو هیچ ببخشید تو اینجا اومدم. بریم از اول یودالند بهتون نشون بدم اینجا رو. خب اینجا اول از همه سازه سنگی سد یودالنده. بعد اینجا میتونید اسم خود یودالند رو ببینید، یودالند. خب میریم سراغ این بخش. این بخش مجسمه استیج رو من ساختم. این بخش من مجسمه استیج رو ساختم. این بخش یه قلب و یه گل. مجسمه سالیبان یه ذره بد شد ساختمش. اینجا یه فواره ساختم. این باب اسفنجی رو ساختم. سپر کاپیتان آمریکا، اختاپوس، پودکستور، لوگوی المپیک، جوکر. بذارید بچه و اصلی کاری اینه. دستکش تانوس. خب میریم سراغ اصل مطلب که خود بیبی یودا است. من مجسمه بیبی یودا رو تو این یودالند ساختم. و اینجا دور هم جمع میشیم، غذا میخوریم و شادی میکنیم. این موتورمه. اینجا خونه خود منه و پرچم یودالند. میریم توش. اول از هم میگید اینجا چرا که یه خونه معمولی این تخت، ولی اینجا من یه سیستم گیمینگ پیسی دارم. بعد میریم بیرون از اینجا که میریم بیرون میرسیم به این باغ. تو این باغ ببخشید یه من موزه مانند درست کردم که توش انواع خونه ها رو شبیه سازی کردم. خب اول همینجا میریم اینو ادامه میدیم از این ور. این هم با ما درست کردم. این الان خونه مثلا قدیمیه. خب میریم این خونه ویلیجراست که شبیه سازیش کردم. و این یه مدل از اون خونه خاکی ها بالاتر. خب این موزه ما. بریم سراغ بقیه چیزا. اینجا یه خونه ویلایی من ساختم که ویلایی که نه، یه کلبه ویلیجری. خب شروع کنیم. برای یه شهر بازی هم اینجا من ساختم. خب اینجا اول برای ماهیگیریه که ماهی بگیریم. اینجا هم که ترن سواریه. این ماشین بازیه چون میدونید که اینا روی این لیزن خیلی به درد بخوره. این ماشین بازیه. دیگه چیز خاصی نذاشتم براش چون وقت نذاشتم. راستی این اولین مجسمه‌ای که من ساختمه و اسمشو گذاشتم لوح فضایی. خب این برج اسمشو گذاشتم برج بین‌المللی. ببین چرا؟ چون این پرچمای 14 تا از کشورهای دنیا توی این چیز هست. بفرمایید که چند تاشو الان بهتون میگم. خب ایران، آلمان، انگلیس،
ایتالیا، فرانسه، کانادا، اینو یادم رفت، ایسلند، نمیدونم، هلند، نمیدونم، یه دونم کانادا بود. اینم کانادا، اینجا که خب اینجا هم که اوکراین. این شد پرچمای اینجا، برج بین المللی که توش من میخوام مغازه بسازم و چیز کنم، مثلا طبقه برم بالا. خب اینجا الان لابی مونه که اینجا مثلا میز حساب داره که توش یه لپتاپ و یه کامپیوتر گذاشتم. میریم پایین میشینیم اینجا. خب اینجا من چند تا دستگاه بازی گذاشتم، آرکید ماشین که بتونیم باز کنیم. خب بچه این بود از مپی که من ساختم، یه شهری که من ساختم تو این بازی و این به بعد قراره تو همین دنیا هر کاری میکنیم بکنیم، یعنی تو همین مپ کارام رو بکنیم. خداحافظ. لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه.